از فرزند دل نمی کنم. حالیا او را در آغوش خواهم کشید. می گوید پدری سال خورده میرزا بیکا پولاد که در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند زندگی می کند. او زیاده از 7 سال است که چشم به سوی فرزند دارد. دو دیده به راه می دوزد به امیدی که تا فرزند جگربندش آید و گوید بیایید رفتیم شما را به خانه می برم. من میگم که پسرم خدا رازه پدر رازه. نه فرزند دل نمیشکنم. آریپا و سید نیسا مادری 86 ساله است که 6 سال این جانب چشم به سوی نبیرگانش دارد. او هر لحظه دعا میکند که از حالش خبر گیرند و یگانه چیزی که تسکین بخش دلی ریش او مانده است این امید است. او تنها امید دارد و باز هم تکیه به خدا میکند که روز نزدیکانش برای خبرگیری او می آیند. او حالیا انتظار صدای طفل شکرخندش، صدای گام زدنهای یار دلبندش، صدای آمدن نبیرگان دلبندش را انتظار است. آمدن آدمان خیرخواه و نکوکار، نفرانی به ایمان و به وجدان را انتظار است. او میگوید از مسلمانان چشم امید دارم. زیگیره که اینجا من های دختر میکنم پسر میکنم همه ها تولا میکنم که من نگاه کن تو من همینجا غریبه و کار نکنه دو گیران بوده لازم کنه خانم نیست به جا میکنم شرفه اوی میکنم زخ میشم همین به بچم به چیزی میگوز به کسی نه آدمت هم باشد بودد خیشت هم باشد بودد تلفن نه که من تلفن کنم بودی که خوش به همینجا نمونم من گیران بودن خوب جای خدا بابا انی پدر و مادرم و دف کند همینجا گیران برود مدن بعد تا مدن میرس من میستم همینجا گفته همین کرشیان تر درم تن داده گیره میکنم نول میکنم یا ها میگم با شکر میکنم خیلی خدا یکم کار میکردی گفته خدا هایکو این ها هایکو آدم هایکو دنیا ده مسلمان ها ملکو گفته با خدا دلم با صبر میشه صبر طاقت که اشیاء من بچم همه قدر غم داشتم من طاقت که اشیاء هیچ که حالم نمیپسد هیچ که آسان نمیگم مشکلی منه نه همش نگرم هم نگریم مجی شما هم میگن همسایه ها چیزه باید 4 سال 5 ساله همسایه خبر میگیرن؟ ها خبر میگیرن چیزه گم گفته که میکنه میبیان میخواه سیوق قیوق جگر بخته میبیان برای همسایتان شما چی گفتم میخواهید؟ من همسایه اکن کسلوشان های شرایطشان میبد دارد نمیبد دارد همه زیاره نمی کنم نبیتام میگم اکن امیدم از خدایو همه امیدوار میشم که خدا این ساخته رو ساخت رفته سلامت بیاد خطاری کب الهیم این ساخته الهی مدام همینجا نماند گفته آرزوم همین. با یکی از منطقه های شهر خوجند میگذشتیم و بینایی را دیدیم که خیلی زمانوی. به آن بنا داخل شدیم دیدیم که خیلی حزن آور بود زیرا پدر و مادران سال خورده با درد انتظار می نشستند. حالا در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیرانسالان و معیوبان در شهر خوجند زیاده از 60 نفر پدران و مادران دلریش و جگرخون زندگی دارند که با هر راه به اینجا آمدند. یکی را خانه‌اش را فروختند، دیگری را نخواستند که با فرزندانش زندگی نماید، سومین را به استراحت میبریم گویان فریب دادند. یکی را دخترانشان عصای دست پیری شده آوردند، دیگری را فرزندان عزیزش به استراحت میبرم. به جا میکنم شرفه اوی میکنم زخ میشم همین به بچم به چیزی میگوز به کسی نه آدمت هم باشد بودد خیشت هم باشد بودد تلفن نه که من تلفن کنم بودی که خوش به همینجا نمونم میگم من گیران بودن خوب جای خدا بابا انی پدر و مادرم و دف کند همینجا گیران برود مدن بعد تا مدن میرس من میستم همینجا گفته همین کرشیان تر درم تن داده گیره میکنم نول میکنم یا ها میگم با
شکر میکنم خدا یگان کار میکردی گفته خدا هایکو این ها هایکو آدم هایکو دنیا دا مسلمانان ملکو گفته. سالان و معیوبان در شهر خوجند زندگی میکنند. او زیاده از 7 سال است که چشم به سوی فرزند دارد. دو دیده به راه میدوزد به امیدی که تا فرزند جگربندش آید و گوید بیا اید رفتیم شما را به خانه میبرم. من میگم که پسرم خدا رازه پدر رازه. نه فرزند دل نمیشکنم. آریپا و سید نیسا مادری 86 ساله است که 6 سال این جانب چشم به سوی نبیرگانش دارد. او هر لحظه دعا میکند که از حالش خبر گیرند و یگانه چیزی که تسکین بخش دلی ریش او مانده است این امید است. او تنها امید دارد و باز هم تکیه به خدا میکند که روز نزدیکانش برای خبرگیری او می آیند. او حالیا انتظار صدای طفل شکرخندش، صدای گام زدنهای یار دلبندش، صدای آمدن نبیرگان دلبندش را انتظار است. آمدن آدمان خیرخواه و نکوکار، نفرانی به ایمان و به وجدان را انتظار است. او میگوید از مسلمانان چشم امید دارم. زیگیره که اینجا من های دختر میکنم پسر میکنم همه ها تولا میکنم که من نگاه کن تو من همینجا غریبه و کار نکنه دو گیران بوده لازم کنه خانم نیست و خدا دلم به صبر میشه صبر طاقت که ایشیم من بچم همه قدر رد همه قدر غم دشم من طاقت که ایشیم ایش که حالم نمیپسد ایش که آسان نمیگم مشکلی منه نه همش نگرم ما هم نگریم مجھے شما هم همسایه ها چیزه باید 4 سال 5 ساله همسایه همسایه خبر میگیرن؟ ها خبر میگیرن چیزه گم گفته که میکنه میبیان میخواه سیو قیوق جگر بخته میبیان برای همسایه تان شما چی گفتن میخواهید؟ همسایه با اکن و اکن کسلوشان های از فرزند دل نمیکنم. حالیا او را در آغوش خواهم کشید. میگوید پدری سال خورده میرزا بیکا پولاد که در مرکز خدمت رسانی اجتماعی به پیران